سلام، یگانه‌ام، دانشجوی مقطع ارشد رشته روانشناسی و دوستدار حیوانات. امروز میخوام توی این ویدیو باهاتون راجع به این صحبت کنم که چرا بعضی از ماها انقدر به حیوانمون وابسته میشیم که جای آدما رو هم توی زندگیمون پر میکنه. شما هم جز اون دسته از آدما هستین که وقتی استرس دارین بیشتر دوست دارین گربه یا سگتون رو بغل کنین و از آدما فاصله میگیرین، یا علاقتون نسبت به حیوان خونگیتون انقدر شده که آدما رو متعجب میکنه؟ خب جواب این سوال ها توی روانشناسی دلبستگی جان بالبی نهفته است. بیایم بریم ببینیم علم چی میگه. جان بالبی یه روانشناس معروفه که میگه دلبستگی ما در کودکی نوع روابط ما رو در بزرگسالی تعیین میکنه و 3 نوع دلبستگی کلی رو به ما معرفی میکنه. 3 سبک دلبستگی که جان بالبی به ما معرفی میکنه. سبک اولش دلبستگی ایمنه، وقتی که مراقبمون همیشه حامی ما بوده و اکثر اوقات هوای ما رو داشته و ما مطمئن بودیم که وقتی گریه میکنیم یکی هستش که بیاد و آروممون کنه. سبک دوم اما دلبستگی اجتنابیه، وقتی که ما یاد گرفتیم به مرور به کسی تکیه نکنیم و یاد گرفتیم که کسی قرار نیستش وقتی گریه میکنیم بیاد و ما رو آروم کنه. سبک سوم سبک دلبستگی اضطرابیه که توی این سبک ما مدام نگران طرد شدن بودیم. خب حالا سوال اینجاست که اصلا چرا راجع به این سبک‌ها و نظریه جان بالبی صحبت کردیم؟ ما می‌خوایم ببینیم که این سبک‌ها چه تأثیری روی ارتباط ما با حیوان خونگیمون دارن. کسایی که سبک دلبستگی ناایمن دارن، حالا چه از نوع اضطرابی و چه از نوع اجتنابی، بیشتر احتمال داره که به حیوان خونگیشون به عنوان یک منبع حمایت عاطفی وابسته بشن. به کلیدواژه‌ها دقت کنین، وابسته بشن. میخوایم بریم سراغ یه سوال مهم. چرا بعضی از افراد ترجیح میدن با یه گربه تنها زندگی کنن به جای روابط انسانی داشتن؟ یعنی اینو به جای اون میذارن، نه اینکه همزمان هم یه پت داشته باشن هم روابط انسانیشون رو حفظ بکنن. ما به این پدیده میگیم انسان انگاری حیوانات. بعضی از افراد که توی روابط عاطفیشون شکست خوردن یا خیلی احساس تنهایی میکنن، احتمال خیلی زیادی داره که پتشون رو شبیه یک انسان ببینن و همونطوری که با یک انسان برخورد میکنن با اون برخورد کنن، تنش لباس بپوشونن، باهاش صحبت بکنن و ازش انتظار داشته باشن که مکالماتشون رو کاملا متوجه بشه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که حیوانات هیچ وقت قرار نیست شما رو قضاوت بکنن. این چیزیه که کسی که سبک دلبستگی ناایمن داره میخوادش، یک تایید همیشگی. حالا آماده این ببینید که سبک دلبستگی شما نسبت به پتتون چیه؟ من چند تا سوال از مقیاس LAPS براتون آماده کردم تا خودتون رو محک بزنید. LAPS مقیاس دلبستگی به حیواناته که یک آزمونه که طراحی شده برای سنجیدن همین موضوع. من چند تا سوال ازتون میپرسم، جوابا رو توی ذهنتون نگه دارین. آیا وقتی مجبورین پتتون رو برای چند ساعت تنها بذارین احساس گناه میکنین؟ آیا وقتی استرس دارین اولین کاری که میکنین بغل کردن پتتونه؟ آیا فکر میکنین پتتون واقعا حالات روحی شما رو درک میکنه؟ اگه به بیشتر سوالا جواب بله دادین، سبک دلبستگی شما اضطرابیه و اگر به بیشتر سوالا جواب منفی دادین، سبک دلبستگی شما اجتنابیه. چیزی که ما اینجا بهش میگیم دلبستگی ایمن، یه چیزی تعادل بین این دوتاست و این یه آزمون ساده است و برای تشخیص قطعی باید پیش روانشناس بریم و البته من 2-3 تا سوال ازش پرسیدم. یه آزمون کامله که لینکش رو براتون میذارم تا کامل انجامش بدید. حالا ما از این صحبت‌ها به این نتیجه رسیدیم که ارتباط با حیوانات میتونه تاثیرات منفی داشته باشه یا ما می‌خوایم نقضش کنیم و بگیم که قراره که تاثیر بدی روتون بذاره. قطعاً نه. ارتباط با حیوانات میتونه استرس شما رو کم کنه، حتی میتونه فشار خون بالاتون رو پایین بیاره. ولی ما اینجا می‌خوایم در رابطه با وابستگی صحبت بکنیم که روابط انسانی شما رو مختل میکنه و روی بعدهای دیگه زندگیتون تاثیر بیش از حد میذاره. مثلا وقتی هزینه‌های مالی یا زمانی نگهداری از پتتون زندگی شخصیتون رو مختل میکنه. وقتی تمام نیازهای عاطفیتون از طریق پتتون تامین میشه و رابطه‌های انسانیتون مختل شده. وقتی ترس از دست دادن اونها زندگی شما رو مختل کرده و نمیتونید از لحظه‌های شادی که کنارشون دارید لذت ببرید، یا سوگ بعد از دست دادنشون خیلی طولانی شده و هنوز نتونستید مدیریتش کنید. حالا راهکار پیشنهادی من به عنوان یک دانشجوی روانشناسی چیه؟ پتتون رو دوست داشته باشین. مسئولیت اون با شماست. شما قبولش کردیم و تا آخر عمرش قرار ازش نگهداری کنیم. بهش عشق بدیم و ازش عشق بگیریم. ولی یادتون باشه که هیچ چیزی جای روابط انسانی رو نمیگیره. سعی کنین که هر دو اینها رو کنار هم جلو ببرین. مثلا همزمان که قرار سگتون رو پیاده روی ببرین، با دوستاتون هم قرار بذارین.
ویژگی‌های افرادی که دلبستگی ایمن دارن در رابطه با حیوانات به چه صورته؟ ما تا الان بررسی کردیم که افرادی که دلبستگی اجتنابی یا اضطرابی دارن در رابطه با حیواناتشون چطور رفتار میکنن، خیلی اگزاجره محبت میکنن یا زمانی که باید مسئولیت پذیر باشن فاصله میگیرن. اما کسایی که دلبستگی ایمن دارن چطور؟ بر اساس نظریه بالبی، افرادی که دلبستگی ایمن دارن در روابط انسانیشون استقلال سالم، تعادل عاطفی و اعتماد رو نشون میدن و در روابطشون با حیوانات هم این ویژگی‌ها تکرار میشه. بیاین چند تا از ویژگی‌های افرادی که دلبستگی ایمن دارن رو با هم بررسی کنیم. اول از همه افرادی که دلبستگی ایمن دارن رابطه‌شون با پتشون رو مکمل روابط انسانی میبینن، نه جایگزین اون. این افراد از رابطه‌شون با حیوانشون لذت میبرن اما وابستگی افراطی یا اضطراب جدایی نشون نمیدن و زمانی که در مواجهه با استرس قرار میگیرن از حیوان خونگیشون به عنوان یک منبع حمایتی اضافی استفاده میکنن، نه تنها منبع. بر اساس پژوهش‌ها این افراد به مرزهای مشخصی بین انسان‌ها و حیوان‌ها قائلند و به عبارتی حیوان رو انسان انگاری نمی‌کنن. مثلا با لباس پوشوندن افراطی اعصاب اون حیوان رو خورد نمی‌کنن یا مثلا ازشون انتظار درک مفاهیم انتزاعی رو ندارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا انتظار ندارن که تمام مکالمات و صحبتاشون رو حیوانشون متوجه بشه. خب همونطوری که گفتیم حیوان رو انسان نمیبینن، پس به عنوان یک حیوان به نیازهاش احترام میذارن. مثلا نیاز جویدن اسباب بازی در سگ‌ها یا غریزه شکار توی حیوان‌هایی که این غریزه رو دارن به این غریزه‌ها احترام میذارن و ازشون انتظار ندارن که مثل یک انسان رفتار کنن. اینجوری هم خودشون اذیت نمیشن، همون حیوان رو اذیت نمیکنن. تعاملاتشون با حیوانشون مبتنی بر مسئولیت پذیریه، یعنی غذا دادن، ویزیت‌های دامپزشکی، بازی کردن و بیرون بردنشون رو منظم انجام میدن، ولی این قضیه‌ها براشون تبدیل به یک منبع اضطراب نمیشه. و اگر بخوایم همه اینا رو توی یک جمله خلاصه کنیم، فردی که دلبستگی ایمن داره هم میتونه از وقت گذروندن با حیوانش لذت ببره، هم میتونه یه ساعتایی اون رو تنها بذاره و بدون اضطراب و عذاب وجدان به کارهای دیگه‌اش برسه و روابط انسانیش رو تقویت کنه. یکی از موضوعاتی که می‌خواستم بهتون بگم اینه که همیشه همه چیز ربط به سبک دلبستگی شما و خود شما نداره. خیلی موقع‌ها ما تحت تاثیر دیگران قرار می‌گیریم، مثل جوی که توی شبکه‌های اجتماعی ما راه افتاده و به خاطر ناآگاهی ممکنه که فکر کنین شما باید همه زندگیتون وابسته به زندگی پتتون باشه و یعنی دارین در حقش ظلم می‌کنین یا باید عذاب وجدان بگیرین یا خودتون رو با افراد دیگه که پس دارن مقایسه می‌کنین. ولی شما باید رفتار درست رو انجام بدین و قرار نیستش که شبیه بقیه باشین تا حس خوبی داشته باشین. شاید خیلی از افراد دارن اشتباه میکنن و مسیر اونا مسیر درستی نباشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومد ممنون میشم سابسکرایب کنید.